سلام بچه چطوری؟ خوش اومدید به ویدیو. اومدیم با تست یه مارشمالو با روکش شکلات. بچه این بسته یکی من توی مغازه دیدم، خیلی برام عجیب بود. خیلی مارک شیباه، بعد اصلا خیلی داره، اصلا چیز معروفی نیست با اینکه شیباه و چیزا اصلا مارک معروفی نیست. بعد خودش هم زده اگر معلوم باشه. فوکوس کن نمیشه، فوکوس نمیکنه. زده مارشمالو با روکش فراورده های کاکائویی. خب ما اینجا خب یعنی واقعا چیز عجیبیه، واقعا نمیفهمم. شیبا باشه، همچین محصولی باشه، ولی نمیدونم. کلاهبرداری که امروز سر من شد، امروز متین نبودی، فروشگاه بغلیه تره‌بار 20,000 تومان میفروخت چیزو، نوشیدنی کیکس مکسو. بعد تا رفتم بکشم وقت کشید کارتو اونجا 70,000 تومان میفروخت. داشتم تا همون لحظه کیانو برگشت گفتش که اونور 20,000 تومان میفروشن. بعد اومد برگشتون آقا اومد برگشت تو کاریت نباشه بچه جون. خب بعدی که بر من افتاد. خب حالا بریم ببینیم یه روز شما من پول بدید. پولم 70,000 تومان جور شد. باکس حتما شکلی هم بزن دیگه. نه ما پرنسس نیستیم. چرا ببینید حالا این یه خورده خوب شد، شکل عجیبی نداره. شکل لواشکه، شکل عجیبی واقعا نداره. چه یالی توشونو چه قشنگ مارشمالوه شیبا همونه. بریم واسه نه اینجوری بکن، اینم باز دوباره واسه نصف کن. بده خیلی مارشمالوش بده. نه مارشمالوش خیلی چیزه، مارشمالو بدیه، خوشمزه است ولی مارشمالوش خیلی بده. سفت مارشمالوش این یه خورده مونده شون. چه اینو خریدی؟ 4-5 روز پیش. ولی از خوشمزه خیلی خوبه. اینو من مهر تایید ام دات چالنج، مهر تایید ام دات چالنج. باید یه نمره من کم کنم چون این شکلی باید بشه که مثلا خوراکی. خب خوب. اگر پای من دوست خوب بشه زخم شده کنم، اگه دوست خوب بشه لایک کنید، اگه دوست دارید کامنت بذارید، اگر براتون اهمیت نداره پای من صاف کنید. ولی خدایی از 1 تا 10 میدیم 9 میدم. مزه همیشش خوب بود فقط به خاطر تاریخش، اینکه نباید مثلا خوراکی بمونه بعد این چیز بشه، چون هم خوراکی رو بذاری چیزی. اوکی بچه ما تو این ویدیو شاید براتون سوال شد، همین یه دونه شکلات، همین 2 تا. نه بچه قیافش چه شکلیه؟ یه قیافه‌ای داره، واسه من خودمون ببینیم. مسی ندیده. انگار چیز تنده. نه جاش قرمزه. آره خب این واسه تنده. ناکن. آره ولی ناکن از این قیافه این روش خب به نظر خوشمزه. بله. اگر واقعا
قیافش مثل این باشه، واقعا قیافش مثل این تصویر اینجا باشه خوشمزه است و بادونی هم هست. یعنی مثلا شکلات با آره منم شکلات آجینا کلا خیلی مثلا بادون تو شکلات به نظر من خوب میشه. خب مثلا نوتلا و دیگه بعدی استفاده نمی‌کنم در شکلات بود. شاید هم قبلش هم شاید ویدیو بذاریم. حالا بگم نه نگو دیگه نگو. میخوام من چه نمی‌کنم. ببخشید من متین بالاتر از مقدم. ولی بچه‌ها واقعا اون شکلات قبلیه خیلی خوب بود. واسه من در بیارم. های نه قیافش خوب نیست. اون طعمش خوب باشه. شما این جنگ مثل این دوتا دیگه اصلا مقایسه کنید. اصلا بچه از این همه بادومی که روی عکس جلدش هست این دو تایمونه و مارکش هم بچه چیه؟ مارک خاصی هم نداره. اسمش فیش فرش همچین چیزی فرش. و بچه به یه شرطی من ویدیو رو میگیرم. میفهمید؟ شرطی که به چه شرطی؟ باشه صبر کن بدم. اون ویدیویی که برای شکلات گفتم است. اگر تا فردا ویدیوها به یکی ویدیویی که ویدیوی در مورد بیتو موشک بیتو اگه اون به یکی برسم میام اینجا نوشرم کارت پول منه. این وضعیت من تو ویدیو کارت نه خب آقا بخوریم آب میشه. بریم. چرا اینو خریدی؟ چرا خریدی؟ 30,000 تومان. 30,000 تومان بابا میرفتی 3 تا تک تک میخریدی. اینو 20 خریدم. این میارزه. این چجوری 30 این 20؟ دو نه هم گرونه هم بدمزه است. گرون نیست الان دیگه به هر حال میدونم. خب میتونی به 3 تا هیسو اینا میتونی بری. هیسو تک تک اینا میتونی بری. اینو بری بگیری. تفاوت نکن. تفاوت ولی خوبه. مزه‌شو من دوست دارم. خب حالا میایم. من بهش چند میدم. حالا درسته یه خورده گرونه ولی من بهش چند میدم. خب من بهش 7 میدم. خب 2 تا مارکا این. نه من 6.5 میدم. نه من هم 7 میدم. مارکا این هم 1 2 3 گفتم دستتون بذار یک صاف بزنیم. 1 2 3 100 اصلا نمیشد. بعد بچه این واقعا لایه خیلی خوبی داشت. کدوم باز میخری؟ چه این دیگه من این واقعا میخرم دوباره هر جا پیدا کنم. ولی من تنها مشکلی که با این دارم یه مشکل دیگه هم من ببینم 8 میدم. خیلی کوچیکه. خب نه ولی ارزونه. بزرگترش منظرت هست؟ نه این کاش یه استخر اینا داشته شه. من مشکلم با این میدونی چیه؟ مشکلم اینه که نیست کمیابه. کجا این خریدی؟ وسط به تهران یه جا من پیدا کردم. قریب جام حذفی خفن داشته باشیم حتما. خب تا یه ویدیوی دیگه یکی رو انجام بدیم. تا یه ویدیوی دیگه حتما منتظر باشید. خدا